مواد مغذی مورد نیاز پوست رو ما از 3 طریق میتونیم وارد پوست بکنیم. خب حالا بریم ببینیم این 3 تا چه تفاوتی با هم دارن. تو مزوتراپی مستقیما با نیدل و با سرسوزن‌ها یا نیدل‌های خیلی ظریف، ببینید گیج 30 طول 4 میل، ببینید چقدر ظریفه، دقیقاً به همین ظرافت. مستقیم مواد مغذی رو میکشیم و مستقیم با خیلی ظریف با تکنیک هایی که حالا منحصر به فرد خودشونه اینا وارد پوست میشن. تو مزونیدلینگ از طریق یه سری کاتریج ببینید این کاتریج ها هستن که یه سری نیدل سرشونه، این الان 36 تا سوزن. این یه سری میکروکانال رو پوست ایجاد میکنه و از طریق این میکروکانال ها مواد مغذی روی پوست ریخته میشه و جذب پوست میشه که دستگاه های نیدلینگ هم حالا متفاوت. این دستگاه درماشات، خب بازم مدل‌های مختلفی تو بازاره ولی کاتریجاش هم متفاوته. این هم کاتریجای درماشاته که از طریق فشار هوا مواد مغذی وارد پوست میشه.